فایده ای نداره. هر کی بوده کار خودشو کرده. آیشه الان کجاست؟ یادم رفت. وقتی پیام رسید که توی دردسر افتادی زود اومدم. اون پیش نگهبانه. کی بهت پیام داد؟ یه شماره ناشناس بود. زنگ زدم اما کسی جوابمو نداد. بیا بریم اسکندر. بریم سراغ آیشه. تو به کسی هم شک داری؟ یعنی کی میتونه باشه؟ باید بریم با استاد صحبت کنیم. من با هیچ کس دشمنی ندارم به جز رحیم. نکنه رحیم به خاطر اون سیلی که توی کتابخونه بهش زدم این کارو کرده باشه. حالا فعلا پاشو. باید بریم دکتر. آروم بیا.